میخواستم برنامه امروز رو با یک سلام گرم آغاز کنم، اما آخه تو این هوای گرم سلامی گرم حکم یک چای داغ رو داره که فقط آدم رو خیس عرق میکنه. تازه گرما که خوبه، تو این هفته یه چند تا خبر دیگه هم بود که قشنگ میتونه سلام‌های ما رو تحت الشعاع قرار بده. یکیش همین داستان انتقال سرورهای تلگرام به ایران بود که اگر این اتفاق میافتاد احتمالاً سلام علیکا اینطور میشد که با عرض سلام خدمت امام راحل و مقام معظم و برادران اطلاعات و غیور مردان سپاه پاسداران و سربازان گمنام امام زمان، و در آخر اگه اشکالی نداشته باشه سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو پیک. تنتون سلامت، روزگارتون برقرار و لبتون پرخنده. ببخشید یه لحظه یادم رفت، گور بابای امام و مقام عظما و برادرای اطلاعات و سربازای گمنام امام زمان کردن با سرور و بی سرور. دبیر هیئت دولت شیخ حسن اعلام کرد که جهت برگزاری شایسته مراسم تحلیف روز پنجشنبه 14 مرداد در تهران تعطیل رسمیه. برین حالشو ببرین. فقط 2 تا دونه سوال کوچولو پیش میاد. اولین سوال اینه که خب چرا تعطیل؟ البته مدیونین اگه فکر کنین به خاطر ترس از حضور نمایندگان کشورهای خارجی و ایجاد جو امنیتیه. نه آقا، اصلا این دلیلش نیست. نه خیر، گفتن مراسم تحلیف، مردم خیلی خوشحالن پس بمونن خونه حالشو ببرن. حالا دومین سوال اینه که تحلیف هالیدی چرا فقط تو تهران؟ مگه تعطیلی شهرهای دیگه خار داره؟ مگه مراسم تحلیف برای همه شهرها نیست؟ چرا واقعا؟ بگذاریم. در پی این اعلام تعطیلی مردم تهران خیلی خوشحال شدن و ضمن تشکر از هیئت دولت قول دادن که جهت برگزاری هر چه شایسته تر مراسم تحلیف جوجه ها رو خوابوندن تو زعفرون و بنزین و زدن و جهت برگزاری شایسته مراسم تحلیف زدن تو جاده به سمت شمال. سواحل دریای خزر 2 نفر جهت برگزاری شایسته مراسم تحلیف 2 نفر. آقا داریم حرکت میکنیم بود آقا. ساحل 2 نفر، تحلیف 2 نفر. بریم حرکت. یه سری دیگه از مردم تهران هم که نتونستن برن شمال اعلام کردن که جهت برگزاری هر چه شایسته تر مراسم تحلیف فک و فامیل رو جمع کردن و قراره برن کنسولوغون بزن و برقص. بقیه مردم هم که نه شمال رفتن نه کنسولوغون اعلام کردن که جهت برگزاری هر چه شایسته تر مراسم تحلیف روز تحلیف تلویزیونشون رو خاموش میکنن که پخش زنده هم نبینن و همون روی اجاق گاز خونهشون بساط دل و جیگر رو در جوار خانواده فراهم خواهند کرد. ای یار تو چقدر سرخوشی، ای یار تو مرا میکشی. حال مرا دیدی و غمزه دلم چیدی و قصه من خوردی و دل من بردی و حال مرا دیدی و غمزه دلم چیدی و قصه من خوردی و. آقا این روزا کابینه بازی و کی وزیر بشه و کی معاون و کی مشاور نقل همه محافله. اونایی که دستشون میرسه دنبال سهمخواهی از کابینه و خودچپانی در دولت جدیدن، اونایی هم که مثل من و شما دستشون نمیرسه مشغول تخم شکوندن و تماشای این بازی. حالا تو این هاگیر و واگیر که هر کسی یه طرف سفره انقلابو گرفته داره به سمت خودش میکشه، دفتر مقام ناقص هم اطلاعیه داده که دخالت آقا در کابینه شایع است و مقام عظما در کابینه دخالت نمی‌کند مگر در وزارتخانه دفاع و وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و وزارت علوم و آموزش پرورش و ارشاد اسلامی و کلاً 1-2 تا دیگه از وزارتخونه‌ها. این که اصلا دخالت نیست. یه جوری هی دارین میگین رهبری دخالت کرده، رهبری دخالت میکنه که انگار کل کابینه رو مقام عظما دخالت کرده. نه آقا انقدر جو ندین. رهبری و دخالت آخه. در همین راستا و به همین سبک و روش آزاده نامداری مجری تلویزیون هم اعلام کرد که هیچ اشتباهی رو مرتکب نشده مگر سوئیس و نوشیدنی الکلی و باد وزنده و بقیه سفرها. تتلو هم اعلام کرده تو هیچ موضوعی تخصصی نظر نمیده و فضولی هم نمیکنه مگر سیاست و فقه و اصول و ورزش و موسیقی و فرهنگ و بقیه عرصه‌ها. ما هم که تو رادیو پیک همینطور که داریم تخمه میشکنیم و تماشا میکنیم به هیچ کسی گیر نمیدیم و کاری به کار کسی نداریم
مگر آخوند و آخوند نژاد و آقا و آقازاده و بقیه چپرچلفتای نظام. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، با گزارش زنده مسابقات کشتی راست مجلسی جام ولایت کفگرگی در خدمت شما هستیم. مسابقه امروز بین دو مبارز، یکی حمدالله کریمی نماینده مجلس و دیگری مأمور فرودگاه مهرآباد برگزار خواهد شد. بله، و سوت داور مسابقه شروع مسابقه رو اعلام میکنه. مأمور فرودگاه با نوک انگشت به نماینده مجلس اشاره میکنه. خب ما اینجا نفهمیدیم به چی اشاره کرد، اما نماینده داره چیزی رو از جیبش در میاره. بله پنجه بوکسه، ولی خب به هر ترتیب بیخیال میشه، آروم آروم خودش رو به مأمور نزدیک میکنه. مأمور داره ازش میخواد که کارت شناساییشو نشون بده تا بتونه وارد VIP فرودگاه بشه. یه کارت شناسایی چیه که نماینده نشون نمیده؟ نماینده میگه کارت شناسایی همراهش نیست و فرودگاه ارث باباشه و دلش میخواد که کلهشو بندازه و بره تو. مأمور میگه نمیشه، حالا منتظر حرکت بعدی نماینده هستیم. او مای گاد، چه مشتی میزنه آقای نماینده. میگه که من باید زودتر برم تا همون هواپیمایی که وزیر شهرسازی داره میره و یه مشت دیگه. مأمور همینطور داره دور خودش گیج میزنه. نماینده کف دستش رو روی پیشونی مأمور تنظیم میکنه، میخواد چه فنی رو اجرا کنه. بله زد کفگرگی رو زد. حریف نقش زمین میشه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوون. شادی و هالپرکه لکولانی برمالتان شادی و هالپرکه لگل کوران وی جوان دکن هالپرکه لگل کوران وی جوان دکن هالپرکه. شما رو نمیدونم، اما ما آدم معمولیا هیچ وقت تو زندگیمون پیشنهاد شغلی بهمون نمیشه. سیستم ما اینطوریه که وقتی بیکاریم هر روز کله سحر میریم دم دکه روزنامه، وای میسیم یه روزنامه میخریم، تلفن میزنیم به 200-300 تا از این کارفرماها و التماس که تو رو خدا بهمون کار بدین. آقا زجه میزنیم، زبون میریزیم، 600 صفحه رزومه میفرستیم، 1000 جور مدرک تحصیلی میدیم، بعد کارفرما با منت میاد یه مصاحبه با ما میکنه و بعدم منت میذاره سرمون و یه کلید آبدارخونه شرکتش رو میده بهمون و میگه یه 6 ماهی بدون حقوق چایی بریز ببینیم بعدش چی میشه. ولی خب این حال روز ما معمولیاست. حال روز غیر معمولیا با ما فرق داره. مثلا همین بحث انتخابات شهردار تهران و روزنامه بالقوه پاچخار. شورای ورزشکاران و سوپر استارای از رده خارج که بهش میگن شورای شهر تهران چند وقت پیش چند تا گزینه رو برای شهردار شدن بررسی کرد و 7 تا از همون آدم غیر معمولیا رو کاندید شهرداری کرد و ما چند وقتی منتظریم که ببینیم بالاخره زمینخوار جهادی بعدی تهران کیه. تو همین حال و هوای انتظارگونه طبق معمول کله سحر رفتم روزنامه بخرم که دنبال کار بگردم. یهو دیدم 1-2 تا روزنامه تیتر زدن نجفی پیشنهاد شهردار شدن رو پذیرفت. یعنی میخواست نپذیره؟ شهرداری اون قسمت چرب و چیلی سفره انقلابه، مگه میشه کسی نپذیره؟ آقا منت گذاشتی نجفی، لطف کردی که شهردار شدن رو پذیرفتی نجفی، داغون مرام تیم نجفی، چه کردی با ما نجفی؟ الو سلام. بله خودم هستم. بله من خیلی خوب چای میریزم. بله آقا مطمئن باشین، اصلا تو خونمون منو صدا میکنن استکان نلبکی. بله آقا بله، زامن هم دارم. بله اب نداره نه اصلا فلان حقوق نمیخوام، فقط شما اجازه بدین بیام اونجا یه چای لبدوز قند پهلوی خون کفتری براتون بریزم. دوره آزمایشی؟ خب بله حتما، چرا که نه، پذیرفتم. بله پذیرفتم. خب خیلی خندیدیم. اجازه بدین بریم ببینیم حال و هوای مردم چطوره. مردم چی کار میکنن؟ میزان رضایت مردم از زندگی تو کشوری که حاکم آخونده هستن چقدره؟ اصلا بریم ببینیم چندیم. یه نفر رفته تو یکی از این پارکا، نه از اون پارکا که آزاد نام داره تو سوئیس رفته، نه از اونا، نه از همین پارکای داخل وطن، از 50 نفر پرسیده که هدفتون از زندگی کردن چیه و زندگی رو چطور میگذرونید. هدف خاصی نداره. بلنگ هیچی نیستم، نامدیه.
شاید بیشترین چیزی که هست تکراره، هدف گم شده است توش. به دنیا اومدیم مجبوریم زندگی کنیم دیگه، هدف خاصی کار رو چه میدونم، کار هدف خاصی نیست تو زندگی. فکر نمی کنم خودت تعیین کننده هدفت خیلی باشی. فکر نکردم بهش، اجباراً زنده شدم، حالا دارم زندگی میکنم. همونطور که شنیدین امید در بین مردم ما داره فوران میکنه. از بس همه چی تو مملکت رو به راهه که ملت غرق امید و شادیان. لامصب اینقدر امید به زندگی و آینده بالاست که نمیدونیم چیکار کنیم با این همه امید و خوشی. جا داره از همه دستاندرکاران حکومت آخوندی، مخصوصاً حوزه‌های علمیه و بیت مقام و عظماشون بابت این همه امید و شور و اشتیاق به زندگی که در مردم هست تشکر کنیم. فقط کاش یه فرصتی پیش بیاد که بتونیم از نزدیک ببینیمتون و حضوراً تشکر جانانه بکنیم. مگه دستمون بهتون نرسه چنان تشکر کنیم که تشکردونتون پاره بشه. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حالا فعلا جهت تلطیف فضا بریم یه خاطره واقعی از یه فقره آخوند واقعی که تو تلویزیون تعریف کرد گوش کنیم، بلکه روحیتون عوض شد و 2000 امید به زندگی پیدا کردیم. شکم مادرم بودم، مادرم نقل میکرد که بابا تو کبابی کار میکرد. هر شب چون وضع مالی بابات خوب نبود تهمونده غذای مردم رو می آورد. یه شب دیدم بابا چند سیخ کباب دست نخورده یه نون سنگک سالم آورد. گفتم آقا امشب پادشاهیم. گواره بخوردی، خلاصه خدا رسونده. میگه پسرم دست بردم لقمه رو ورداشتم آوردم بالا، همچین لگد زدی لقمه رو ول کردم، نفهمیدم. میگه مادر نخور این لقمه آلوده است. دور اومدم وردارم، 10 بار این اتفاق افتاد، فهمیدم چیه. گفتم آقا. گفت چیه؟ گفتم این لقمه کجاست؟ گفت برای چی؟ گفتم این غذا رو که بهم دارم این بچه لگد میزنه. آقا که این صحنه رو دید به گریه افتاد. یه جوری میگه بچه لگد میزده انگار سنسور دنده عقبه. از کجاشون در میارن اینا این داستانا رو؟ وای این چقدر باحاله. آقا تو فرانسه 456 تا بالون رو همزمان هوا کردن و رکورد جهانی طولانی ترین صف بالون در آسمان رو به نام خودشون زدن. خیلی خوبه این رکورد جهانی ها. میدونین کلن رکورد زدن باحاله، مخصوصا اگه جهانی باشه و اسم تو کتاب گینس هم بره که دیگه اصلا واویلا. فقط من نمیدونم چرا هرچی میگردم یه رکورد جهانی درست حسابی از ایران تو کتاب گینس پیدا نمیکنم. مگه میشه یه عرصه جهانی باشه و ما توش نباشیم؟ ما تو همه چیزای جهانی باید باشیم. حالا درست جام جهانی رفتیم ولی دلخوش به این مقدار نباشید. بله دلخوش به این مقدار نباشید. ما باید تو همه چیزای جهانی باشیم، مخصوصا این قسمت رکورد جهانی. هرچند گویا فعلا نیستیم و اینجور که بوش میاد از این دو حالت خارج نیست. یا گینسینا با کشورهای غربی ساخت و پاخت دارن، یا اینکه ما کلا رکورد نمیزنیم و نمیتونیم رکورد بزنیم. البته که میتونیم. من یادتون رفته که احمدی نژاد اون همه گفت ما میتونیم، پس ما میتونیم رکورد بزنیم، فقط کم کاری میکنیم، همت نمیکنیم. وگرنه اینقدر رکورد برای جهانی کردن داریم که نگو. مثلا 550 تا آخوند رو ببندیم به دم هواپیما بفرستیم بالا بگیم رکورد جهانی بیشترین آخوند معلق. یا مثلا مانور رژه سپاه رو بذاریم مسئولین گینس هم دعوت کنیم بگیم اینم رکورد جهانی بزرگترین مزرعه ریش و پشم دنیاست. یا حتی شیخ حسن رو ببریم به گینس نشون بدیم بگیم این رکورد جهانی بیشترین قمپوز انتخاباتی رو داره. پس دیدین ما میتونیم. فقط یه لمت همت لازمه. حواس آدمو پرت میکنه. حواسمو پرت میکنه صدای مثل بلبله، یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گله، وقتی صداتو سر میدی قناریا رو پر میدی. خب دوستان با این امید که اینترنت نامحدودتون با دانلود این برنامه تموم نشده باشه،
چون اینطور که مشخصه برای اینترنت نامحدود که محدودیت گذاشتن هیچ، کنسرت‌ها هم که دونه دونه دارن لغو میکنن، فاتحه وزیر زن هم که خونده شده، با همین فرمون بریم سال دیگه همین موقع نفس کشیدن هم محدود میشه. ای خدا. ولی خب با این همه من میدونم که یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها، تک درخت بید شاد و پر امید، میکنه به ناز دستشو دراز، که یه ستاره به چکه مثل یه چیکه بارون، یه جای میوش سر یه شاخش بشه آویزون.